السلام علیکم. مونده نباشه که پک جانجا رتیال هستی. مادر شما پیار شما نفته کنه ولی شما هم خوبه؟ ولی ریز و ریز ندی. من خوبم شکر. زنده باشیم. سلامت. مادر شما دیگه تیار هم انشالله. خوبم. بفرمایید. ایچه میفرمایید. مادر میگفتم برو به گیپک و مادر سلام بگو. بعد از سلام ما خاطره که چیز با ما مهمون آمده یک 10 جفت شمله به قرض به ما بدیم. بابا خیلی خوشیه نه که با کار کرده من چیز با من میرم کار میکنم مثلا با دشمله میخرم با دشمله شما لکپ عمل پس 10 جفت شلم شما میارم. دیونه گپا بیبی خدا بیامرز من میگفتی. چی بابد؟ جلوه میره میگفتم 10 جفت دشمله بده مثلا 6 دشمله بده تو همه آل کنمی تو میگی. خب چی فرق میکنه؟ بیبی تو بیبی ما و ما و تو بیبی چی فرق میکنه دیگه؟ خب برو 10 جفت شلم با ما وردر بیارک جان سله به قرض. خوبه. سر از دیو آمشه بفهمیدی؟ بله. آفرین. میگه گفت بیبی خوب مر میگی راست میگن دیگه به قرض آدم بیاره چه کار میشه میخورم دشملا شما پس بابا خیلی خوشی که بخریدیم باز چیز میشه با دشملا شما رو میداریم میاره اشته در قدیمی داره گیپک اینا با گیپک هم قدیمیه میته تک تکا که سیکو ای چیبا خدا میدونه 20 سال پیشه شاید 20 سال باشه. شیر مادر تو خدا شکر دین دنیا بشکو چپا نکنه. چند جور رایه؟ 15 جوره. ما گفتم 10 جفتش نمه بده. ولی 15 جوره بود. شیرینه. در من سر شما من نگیره در من. با اینا تا خورده تا سراخو خلاص نکنی. نه دیگه خورده خب باید بچیشم باید. ارتیه. ارتیه؟ نه خودم اینا خلاص میکنی. خب پر میکردیم اینجا وانا خربتی. من 15 جوف کردم تو میگی 10 جوف با علی میگی پر میکردی. چی داری دست من دا؟ کله گندی تو بخوک شه. کله گنده مادر تو بخوک شه. برو با تو میگون گیلا. دیده پتر بزینه. خیر بینی تشکر باشی گیپک. تشکر. با دیگه نمیای برای چیزی با آدم بزی میدی. چیزه بیاره دشمالا شما. نه یار از ما لکه. برو. خیر خدا. خاله بادر برای نیلیلا. خاله بلغیس. کینی تو؟ مارم جیلا کار اینجیرای کجای؟ من اینجیم تو با کجایی بیایی با؟ کجای؟ اینجی بیا کجا میری بیا. آها سلام علیکم من نباشی نیلیلا خیریت جانجا تیار هستیم. زنده باشی مرا. جو تیار باشی گیلک جو. چی مستی خیریت باشه؟ ما بابا میمون آماده یک 10 جفت دشمله با ما به قرض بده من با بخیر خوشی دشمله با خوب بخریم هفته دیگه بخیر میخریم من با دشملا شما میاریم. چه کار کنو گفتی این حرف فهمیدم؟ 10 جفت دشمله به قرض با ما بدیم برا. این دیگه با چی گپ که طالب نشنیدم اشته 10 جفت دشمله سر قطی تو که دشمله داره. اینا را اصلا گیپک استونو برای اینا کم 7-8 تا بخوردم. خب ما چه کار کنم؟ 10 جفت دشمله بدیم ما. بگه گیلا یا از اینجا تیر نمیشه خوب. تیر نمیشه؟ نه سکا بند شو. چه کار کنیم آره مشکل چه کار میشه؟ تو بگیرک بگی من را بیایم بگی. بگی.
10 جوره مگه نیلیلا بیاره 15 جوره اینجا میشه چند 10 و 15 17 جوره 17 جوره خوبه بگو ما از تو پرسان کنم بله. با شما میمون آمده مگر به درس راه بگردین دشلمه قرض کنی این کار یک روز 2 روزه که شما بریم به درس راه که مردم به شما خیرات بده همین راه نه تو باز من از بالا بگیری تو پین کردی نیلیلا برای گل مسیکو تو ما خیرات نماییم اصلا نفته کن نویری شما مال فکر کن خیرات خورم بفهمیدی من به من خیرات نکن من میگم 10 جفتش مال ان اینا گیپک داده مدر گیپک گیرن میشنوی چی شاخه آرتی هم هسته بشنیدم آرتیه تیار سر نربسته که باز حالا منر خرام یک دستاتو پاک امنی اما 2 هفته میشه تو دستری خور نشوشتی با بیام ما دستا خو تاینو دری کنی خو نه دستا خو که نشوشتم میگم من از تو پرسان کنم من دیشب تو صبح داری دیدم چشمام وانه میشه بیدر خوی 10 دقیقه سر خوب داشتم دل میوش قایقات تو آسمون آورد تا به خاطر 10 جفت اسلام تو داری میدی که بچه دینو مال میگه به شغالگیری بده حالا گپ خود بگو چی می 10 جفت دشمله ما اول به تو بگفتم ما نداریم ما نداریم داشته خب هم مرض مثل پشت بوم بالخونه تشیدی بیا من اینجا تو به ما گفتی بیا اگر به این بشکر رو نختازی تیر کرده میشه برابر اکمو اون بشکر اکلوت کاتاتاره اشتم از این پنجره رو جلو کنم به داخل پینک تو فقط میگی گل دیونه لشته بده بابا من میگی برو کشیه سعی کنم اگه بود اگه چند تا گفتی 10 جوره 10 جفتش مله البته ما این خرج یک ماه خواهیم همسایه جمع کنیم شما مهمان داره ما یک بلوک مفقود یک خسر خلام بیا اومدم همینجا گوشت تو قیق نکشی که بگو قیق کشی باز من بشکه به تاثیر تو میذارم درستی تاثیر بگه پال پیازیه پیازا که نمیچینم خلاص میشه ریشای میمونه یه گزمه نیده مثل قاش اندانه کخه دیونه میده نیلا دیونه مینه دیشب شغالگیری میده میگه برای دنبه چه میداری دیشب باید درو یک شغال روز نداره به میگله میایه دست ازی گیلا بگی برو نانه گفت اگ نداریم خلاص کردی با تو برو مده کن بخرم از اینا که خیال وردیشتی نه ما دو بیزار می تیزا نمیخورم برو بگو به سر مادر خدا رو من نمیخورم برو شما به خونه خودش لما نمیخوریم ما مادر می چند تا یک میارم اونجا با خونه میخورم ما شیرپره میخوریم به خونه خود تو حالی بیا اینجا ما میگه داشت ما رو شما بیزار از این داشت ما شما نه بیا تو دستا حرام خودت از اینا دوری که دیکی رغبت میشه که بخوره برو برات کار خورو ها گشنگی میشه خونه شما دومیری میره بعد تو شیرپره میخری اگه گشنگی میشه خونه ما دومیری من مثل تو میرم ما مادر میشه گدایی می راست میگو چرا برو دیگه سرگی چرا چه تو من نشونی دیشتم چی نشونی دیشه که چند تا سفید نسبینی زرد سفید گدوات بود واقعا تو خنندازی برو برات خنندازی با خدا قیق بکشو میگم دشمنا بر بجنده برو خدا وزر نیلیلا آره دیگه داد نکش که ما هم خیام مردم چرا دشمنا بر دیشتی تو کسی بیا بده اینجا گفت راست میگو خودت هم مادر توشته بیاقلی که تو رای میکنه بدم سرا مردم تو چه کاشار ما ورق بچاکا هبستی که گرمه و بالا پی میشم میری از اینو تاشو بالا شو به خاطر شما فقط نون بابا دست شما هم سایه با بالا افتاده برو بابا دیگه دم شما دشمنا نمیدادی دشمنا بر دیشتی 13 تا کم از این آماله نمیشه برو بیلا داره به خیر تیر از پجل بخوری نیلیلا خوده بود خب تیر از پجل منفق و نبیری تو بخور مادر تو بخور خود تیر از پجل بخوری بخیر سر تو به خاک رنگ تو به گو دیگه نه بدم سراغ پات رو میشکنم بله عجیب مردم بیعقلی بودم اینا بیا مادر جاج افته این رسمو با شما کجا پیدا کردی طالب میدی کسی بدی دیدم سرا بیا بگه جاج افته شما بدی گیپک ماش 8 تا از اینو خورد گیپک هم تو مثل شما بیعقلی بوده که به شما داشتم داده تو حالی رسم رسوم کسی نشنیده حال ما است ما میشنو نه من رسم رسوم لعنت هم اثر خود تو رفتم به دروازه ملک و پیش خلیفه ملک بل من به کالگه خیب بردم بل من رفتم به دم پاسار و پیش کاکان سار استاندم یک دن سوار خیب بردم بل من طلا بوده از پول شلغما بوده بخش تیر از وجل میخوری مادر عباس پنجه بر نرمنا باشو رفتم به دم شیدهی به پیش ببودهی میخوردن بله
کدومکی؟ منو کدی منو ساگ از اینا نگیر چینی؟ چی بی؟ شیامتونو دیلا اینو مثل دامه نمیشتشی بگو کتقه چه کاره؟ خورک خرشش رو بیدور که گپ بخور بگاله بگو تو البته رخشویی دیشتی هیلک سرده بسیله نیه گپ بخور بگو من خیلی میشون چی می به درس رو میدی؟ نه ایت یک رقم بیامدی خوب مثل خدا بیامرزه بی خدا بیامرزه من تا خور غاز میکشی برو با مادر خود سلام بگو بعد از سلام بگو که چیزه بگو مادر گلک رای کدم یک 10 پیاله برای این ماشتار صدری انا برای ما بدیم به قرض خاطر که خسر خوشی هم مهمان آمدن انا امینا که برفتم با بخیر ما بخور برای این میخریم میاره 10 کیلو برنج صدری ماشتار 10 کیلو نه 10 پیاله 10 پیاله ماشتار برنج ماشتار صدری کی بگو فهمی گپه؟ کی بگو فهمی گپه به تو؟ میگم مادر مادر تو شیای خیلی صاف بیده چرا؟ اول اینجا خیرات خونیه سال با 12 با 10 حصه با 10 نه برا به قرض میگم آنه کو که اونایی که به قرض دادن بیاوردی گوش کشی اینا چیه دشمله؟ اونایی که به قرض بیاوردی تا بیاوردی که خود یک دگه بدم خوب وقتی پیشتر میارم اینا خودی هم گدوات میاره دل جمع باشه اونا رو ببخشیدم با تو اونا نمایی که تو بیاری 3 سال بعد دیشتال می بیاری بکن که بعد بیا برو یک دقیقه برو تو یک دقیقه پیش مادر خب برو بگو گلک مادر ما موشا خوریم از گوشنگی لباس میدی بده برنج بده حالا با یک سختی و گرونی برنج پیدا میشه برنج بده برو صاحب کو کسر کن غور نبود تو خود کردی با کجا غور نبود حالا بزنم من ساعتو گنده موها سه کن فقط شینگ بوزه بس گدا و صاحب کسر کننده قلبه نشده تا اون کن بگردن او قلبه باشه تا اون کن بایش کشی بخا این ماه نگاه کنه دیگه بزنه امو غور نبود بابا دیگه غور کردی با بسته دیره زندگی تو ما غور میده میکنی یک سه تم بدن دم بس اگه میشه سه کم اگه بریم بود تو میارم یک گلاسه نه ما این دیگه تو 20 کیلو برنج میگیرم حاله برو بس اگه میگی تک تک نکنی دیگه قرش دیگه قرش سرده بسته نمیشه اشتا کنم سرم قربان سرت همین گدا چند پیاله بگه دیگه اینا بود اگه اینه که مدام گیلک به چه خوبه گیلک خیلی من برو برو من دیگه بگی چه کار میکنی؟ پیش سنم آینا پیش تاله با در میریزه برو اینا 10 پیاله گردن خود تو بسته میکنی به خدا بگی فقط رو تو بفروختم اینا رو برو اینا شکر رو بکش برو اما یک مبارنج به شما دادم برو خو شکر درسته خو شکر خور بکشم خیر بینی اینا بگم خور به خل مانند اینا گیپ اینا بس 10 پیاله تو به سر مادر خود اینا 10 پیاله خب بخی 10 پیاله 2 پیاله خو نه دیگه 10 پیاله مگه تو تو نه مفتی دیگه برو طلبم از ما دارم خو نه در سر من بگی 10 پیاله کار ما همسایه جک میکنه اینا 10 پیاله نی آنه خدایا اینا نیم کیلو 30 نفر جمع کو خواهی تو گرد کنی که اینا 10 پیاله 2 پیاله پس کاسرم بنده که باید از من یک کاسه به شما بیارم دیگه خدایی تو میاری اینایی که میبودی برو تو میاری همینا رو پس میفهمی دشلما را کجا که دیگه کردی دشمال مادر عباس داد چه مادر گیفه چرا دیگه 10 سال دیگه به نظرم راحت روغن میری خداحافظ برو نیه خیبینی نیه دیگه خداحافظ